آرش در نیروی زمینی است و درجه او گروهبان است. خانه او در شمال ایران و نزدیک یک دریاچه است. آرش هر روز صبح ساعت 5 بیدار می شود و قبل از صبحانه ورزش می کند. او ساعت 7 به خانه برمی گردد و صبحانه می خورد. آرش ساعت 8 صبح به پایگاه می رود و تا ساعت 5 کار می کند. او هر شنبه یا یک شنبه بعد از کار برای خرید به سوپرمارکت می رود. محسن، درجه تو چیست؟ من سروان هستم. سروان نیروی زمینی یا هوایی؟ من سروان نیروی زمینی هستم. تو صبحها چه کار میکنی؟ من صبح ساعت 7 صبح بیدار می شوم و به پایگاه می روم و تا ساعت 4 کار می کنم. بعد از کار به کجا می روی؟ من ساعت 4:30 قبل از برگشتن به خانه به دریاچه نزدیک پایگاه می روم و 1 ساعت ورزش می کنم. ببخشید آقا، یک سوال درباره شغل شما دارم. کار شما چیست؟ من پستچی هستم. در دست شما چیست؟ این یک نامه است. این نامه برای من است؟ نه، نامه تو روی فرش جلوی در است. شما روزی چند ساعت کار می کنید؟ من از شنبه تا پنجشنبه روزی 8 ساعت کار می کنم. تو روزی چقدر درس می خوانی؟ من روزی 3 ساعت درس می خوانم. آفرین به تو. تو بعد از ظهرها چه کار میکنی؟ من بعد از ظهرها درس میخوانم. ورزش هم میکنم. اول درس میخوانی یا ورزش میکنی؟ من قبل از ورزش کردن درس میخوانم. تو روزی چقدر ورزش میکنی؟ من روزی نیم ساعت ورزش میکنم. این اتاق من است. یک بشقاب روی صندلی من است. یک فرش زیر میز است. یک نامه روی صندلی است. چند کتاب روی فرش زیر میز است. اینجا مدرسه زبان فارسی ارتش است. دانشجویان مدرسه زبان فارسی هر روز از دوشنبه تا جمعه کلاس دارند. آنها صبح ساعت 5 بیدار می شوند و قبل از صبحانه ورزش می کنند. دانشجویان بعد از صبحانه ساعت 8 به کلاس زبان فارسی می روند. آنها تا ساعت 3:45 بعد از ظهر در مدرسه هستند. دانشجویان قبل از برگشتن به خانه در رستوران ارتش
شام می‌خورند یا برای درس خواندن به کتابخانه می‌روند. تو صبحها کار میکنی؟ بله، من هر روز از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر کار میکنم. تو ساعت چند صبحانه میخوری؟ من ساعت 7 صبح بیدار میشوم و ساعت 8:30 صبحانه میخورم. جمشید، تو ورزش هم میکنی؟ بله، من هفته ای 3 روز قبل از صبحانه ورزش میکنم. بعد از کار به خانه برمیگردی؟ نه، من بعد از کار به کتابخانه میروم و یک کتاب درباره ریاضی یا فیزیک میخوانم. ببخشید آقا، چند تا سوال درباره شغل شما دارم. شما نظامی هستید؟ بله، من در ارتش هستم. درجه شما چیست؟ من گروهبان نیروی زمینی هستم. شما روزها ورزش هم می کنید؟ من هر روز از 9 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر کار می کنم و بعد ورزش می کنم. شما روزی چقدر ورزش می کنید؟ من روزی 2 ساعت ورزش می کنم. شما در پایگاه ورزش می کنید؟ نه، من کنار دریاچه نزدیک پایگاه ورزش می کنم. مجید، دوست تو آرش سروان است؟ نه، آرش سرگرد است. درجه تو چیست؟ من سروان نیروی هوایی هستم. درجه دانشجویان کلاس تو چیست؟ دانشجویان کلاس زبان فارسی من سرباز 0 هستند. تو قبل از کلاس با دانشجویان کلاس زبان فارسی ورزش میکنی؟ نه، من با آنها ورزش نمی کنم چون من افسر هستم. من بعد از کلاس ورزش می کنم. تو با آرش درس میخوانی؟ نه، من با آرش درس نمی خوانم چون آرش دانشجوی زبان آلمانی است.